3400 سال اگر کسی 45 تا شب قدر فقط نصیبش بشه. حالا اگر بره تو مکه هر شبی تو رمضان اگر باشه، اگر توفیق پیدا بکنه که تو این 45 سال 5 بار بره تو رمضان عمره، 100,000 نمازش میشه 70 برابر. یعنی 70 100,000 حساب بکن چقدر میشه. نمیتونی بشمارید. خیلی فضیلته. عمری تو میتونی بهش افتخار بکنید که اون عمر قسمت مفید عمر تو باشد. عمری که تو خوابیده و خروپف میکنید، عمری که کف میزنید، عمری که مسخره میکنید، عمری که غیبت میکنید، اینا جزء عمرتون نیست، اصلا برباد دادید، نمیتونید روش حساب بکنید. همینطوری گله از خدا نکنیم. منو 50 سال کردید، اونو 500 سال کردید، بعد میگه هر تا به اندازه هم عمل انجام بدید. اینجاست که پیامبر میگه ما آخرین اولینیم. ما آخرین اولینیم. ما آخر از همه امت ها آمدیم، ولی تو اجر و ثواب پیامبر در قوم بنی اسرائیل میاد روز قیامت، خداوند بهش میگه امتت کجاست؟ میگه یا رب 60 100 200 سال دعوت کردم، یک نفرم حرفم قبول نکرد، خودم با همین توشم و عصام. ولی یک عالم امت محمد میاد 500 میلیون پیرو مذهبشه، امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام بخاری، امام مالک. ما اگر قدرمون بدونیم بهترینیم. فقط عادت کردیم که گله بکنیم. مردم دارن جمع میکنن، ما عادت کردیم گله بکنیم. گله کردن کار آدم تنبل سست درمانده بیچاره است. آستین بالا بزن، به جایی که به این بکوبید به اون بکوبید، وقت تلف بکنی صرف اون، بیا یه صفحه مطالعه مفید بکن، بیا کار خیر انجام بده، بیا یه حرکت مثبت انجام بده. وقت خیلی کمه، خیلی محدوده. اینقدر انسان ها هستن که نیاز به کمک تو دارن، باور بکنید. شما فکر میکنید وقتی کمک یه نفر میکنید در حقیقت اون کمک تو داره میکنه، که اون نیاز پیدا کرده که تو کمکش بکنی ثواب گیرت بیاد. اون داره کمک تو میکنه. حالا زلزله پیش آمده، اگر تو همت تو به خرج دادید برای این عزیزان طلا کردید، نیاز اونها کمکیست برای تو که در دنیا و آخرت رو سفید بشی. ولی ما عوضی گرفتیم، نه؟ من وقت ندارم به دیگران کمک بکنم. تو به کی داری کمک میکنی؟ منت سر کی داری میذاری؟ وقت ندارید؟ تا اگر وقت بذارید به دیگران کمک بکنید، خدا دستت میگیره، خدا کمکت میکنه. زنی در قوم بنی اسرائیل به خاطر یک گربه به جهنم رفت. شنیدید؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل میکنه از قوم بنی اسرائیل که یک زنی گربه تو خانه سر صدا میکرد، طوری در باز کرد، در یک انباری یه چیزی میخواست، حالا گرسنش بود، تشنش بود، در انباری رو باز کرد، اونو به بهانه برد تو انباری، در رو قفل کرد. 3 روز نه بهش غذا داد، نه بهش آب داد، نه در باز کرد که خودش بره بنوشه، موشی شکار بکنه، چیزی بخوره. بعد از 3 روز که در باز کرد که گربه مرده. خداوند برش خشم گرفت، اعلام کرد که به خاطر همین گربه این زن جهنمیه. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. رحم، شفقت، خیرخواهی، مهربانی،
کاری نداره به اینکه اون گربه است یا اون سگ یا اون حیوان یا اون چارپاست. تاریخ و ورق بزنیم، داستان پیامبران، داستان انسانهای صالح. چی چیزی سبب شده که یک سیاه پوست زنگی اسمش لقمان حکیم سوری در قرآن به اسمش باشد؟ حضرت لقمان یک سیاه پوسته و ما و شما سفیدای خوشگل و خوشتیب در ناز و نعمت حیران و سرگردان نمیدونیم، هر حرفی میزنیم خالی از حکمته، خالی از علمه. یعنی همین رنگ ما کافیه که ما را به سعادت و خوشبختی و بهشت ببره؟ یا همین لباس ما کافیه؟ مشهور است که ابو حنیفه رحمت الله علیه در مسجد پیامبر پاش درد میگرفت، زانوش درد میکرد، رو به قبله نشسته بود، این پاشو دراز کرده بود، تکیه زده بود به ستونی، مثل این ستون تکیه زده بود، مشغول تلاوت قرآن بود، مدارسه علم میکرد، تو ذهنش ذکر خدا میکرد. دید که یه نفر از در مسجد پیامبر وارد شد، لباسش سروزش خیلی به ظاهر عالمانه بود، عمامه بزرگی یک تاق پاشه، لباسی و اندامی و خیلی. وقت آمد نزدیک شد، امام به خاطر ظاهر اون که دید که حالا این پاشو به زور با وجودی که درد میکرد جمع کرد، احترام بهش گذاشت. نشست جلو شیخ، گفت که جناب شیخ یه سوال دارم. گفت بفرمایید. گفت متى یفطر الصائم، متى یفطر الصائم، شخص روزدار کی افطار میکند؟ خوب دقت بکنید. امام گفت که اذا غربت الشمس، اگه آفتاب غروب کرد افطار میکنه. جوابش همینه دیگه. دوباره سوال کرد و اذا لم تغرب الشمس، اگر آفتاب غروب نکرد چه کار میکنیم؟ گفت که اگر آفتاب غروب نکرد ابو حنیفه پاشو از نو دراز میکنه. متوجه شدید؟ گفت که اگر آفتاب غروب نکرد ابو حنیفه پاشو که جمع کرده دراز میکنه تو سینت. خب مردک این سواله، من پام درد میگرفت به خاطر تو جمع کردم، گفتم شاید عالم دین، ظاهر تو، لباس تو، عمامت تو، حالا میای میگه اگه آفتاب غروب نکرد چه کار میکنی؟ پام دراز میکنم. تو دیگه حرمتی نداری. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. ما باید به محتوا بپردازیم.